آی سرم حاجی، اون اولیه تو آب افتاد بابا، از طرف چاق بود بودم غرق شد. حالا اوه 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 کوبی شکست. به به به. سلام علیکم به عشقای خودم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید از چنل خودتون علی رکتام. خب بچه ها، توی این ویدیو میخوایم چیکار کنیم؟ یه سری ویدیوی خنده داره باحاله که آره دیگه توی یوتیوب اگه یک چیزی بود سرچ می‌کردیم یه چیز انگلیسی بود برام سرچ کردم و اینا. آره خود یوتیوب هم هست اینا. آره حالا میخوایم چیکار کنیم؟ اینا رو ببینیم با هم دیگه عشق کنیم. خب و یکم بخندیم. فقط قبل اینکه بریم سراغ ویدیو حتما لایک ویدیو رو بزنید، خیلی بهم انرژی میده، سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید، توی آل بذارید تا هر موقع ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده دایرکت ویدیو گذاشته، بیایید ببینید. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه فقط قبل اینکه بریم سراغ ویدیو یه چیزی میخوام بهتون بگم. بچه عاشقتونم، واقعا خیلی دوستتون دارم. اینکه دارید اینقدر حمایت میکنید اینا، واقعا عاشقتونم. خب بریم سراغ ویدیو. خب آی سرم حاجی، اون اولیه تو آب افتاد بابا، از طرف چاق بود بودم غرق شد. حالا آی سرم حاجی، خیلی بد خورد. این قشنگ من الان حس کردم اینجا الان داره درد میکنه. وای خب اوه 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 کوبی شکست. خیلی بد خورد زمین حاجی. وای بابا چه ویدیو خنده داریه؟ درست ویدیو بسازید، اینا همش دردم میگیره میبینم آسیب میبینید. آی خدا. آخ وای اون زنه. حالا این یکی هم حالا پاش لیس خوردیم ولی افتاد باز رو چمن افتاد. مرده پله بود زور خورد. اون زنه خیلی بد خورد، صدا رو دو تا. وای حاجی نکنید، مریضی با اسکیت میری رو یخ. خوب اوه، جدا از اینکه کثیف شد سرش چقدر بد خورد. اون اولیه سرسره شکست اونقدر سنگین بود. بابا نفر سوم یا آخریه که حالا کارشون نشد. این نفریه که مونده به آخریه اون چی بود؟ فکر کنم سعدی چیزی بود. چی کارش کرد؟ همه ما باش ریخ بیرون. چیکار کردی؟ سعد رو خراب کرد. چی بود؟ وای من چیکار کنه اصلا؟ یه چیزی اومد بذاره زیرش، یه چمه شد زد شیکون. اوه 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 اوه. این صورت دیگه صورت نمیشه. اینجوری که این با فشار خورد تو صورتش، اون صورت دیگه صورت نمیشه بچه ها. چون این فکر کنم کپسول گازی چیزی بود، وا کرد گاز زد بوم. یا علی حاجی چه ویدیوهایی اینا رو من بخندم یا بگریم چیکار کنم؟ حالا باز خوب بود، کاریش نشد. آدم نمیگه آی.
خب آخه واقعا کارشون میشه آدم دردش میگیره، دل آدم ازشون میسوزه، خیلی بد میخورن. خب حتی من یه ویدیو دیدم اینجوری چند تا پسر داشتن انگار یه میوه چیزی یه کسی میکنه اینا و یهو همشون با هم فرار کردن. گوشی دست یه کسی بود که مثلا انگار داشت از دید این میگرفت. خب و یهو دید مردم با تفنگ 3-4 تا از دوستاشو زد کشت. خب و این داشت میدوید. خیلی خنده داره. الان من هرچی بگم شما نمیفهمید چی میگم. اگه ویدیوش احتمال اگه خودتون دیده باشید میدونید چی میگم. خیلی خنده، 2-3 روز داشتم بهش میخندیدم. وای خیلی خوب بود. این الان این ویدیو که الان دیدیم با تناب چیز خودش گرفته و تناب ول شد نمیدونم. خب بریم ویدیو بعدی. الان چیش خنده دار بود؟ طرف به حرکت به این زیبایی میزنه میخندی، اون بالاییه داره میشه. خب Didn't he notice? اه وای چیزی بود که این باش داره تمیز میکنه اومد توش نمک زد گفت خوب شد، فکر کرد غذاه. وای خیلی خوب بود. چقدرم چرک بود. این دستمانه رو داره میزنه در دیوار. قیافه زنه رو دیدید؟ قیافه زنه اینجا بود که زنه مونده بود. خب بگو نخوره، زنه وایساده داره نگاش میکنه. اون شوهرت دیگه شوهر نمیشه، مرد بدبخت. وای بچی بریم بعدی. زنه پرید تو اونا، بعدش دیگه یکم بعدانشون داد، چند نفری داشتن میکشیدنش بیرون، زنه تو همونا داشته غرق میشده همینجوری. خب بابا چقدر سنگین بود اون زنه، فکر کنم 200-300 کیلو بود. اولش حاجی ناموسن دمش گرم، با اون وزن چه حرکتی داشت میزد، ناموسن دمش گرم خیلی خوبه. یعنی واقعا الان من اگه اون حرکت رو بزنم اصلا در برابر این هیچه. اون آخر پاش چی شد اینجوری برگشت، آی دردم گرفت. خب کجا رفت دختره الان کجا میره؟ اصلا چه وضع درست کردنه که اونجاش خالی بود. حالا یه کاریش نشه واقعا خیلی خنده داره. فکر کنم مثلا وقتی تو اون صحنه دیدی مثلا با دوستی میخوره زمین میزه چی بهش میخندی، وقتی تو اون صحنه خیلی خنده داره. خب او پسره اومد بپره، ندید اینجا یه چیزی واضح نبود خورد به اون. باز خو این چند تا آخریاش خیلی آسیب جدی نبود بگیم کارشون بشه. الان میبینی فردا میگن همین ویدیو رو میذارن میگن این فلج شد. حالا خدا نکنه اما خب بریم بعدی. عروس دومات دارن اسکیت سواری میکنن و عروس گوز شد کف زمین مرد. این مرد بابا، نکنید مگه مریضید؟ این همه تفریح سالم با ماشین برید بوق بوق کنید، این همه کار با اسکیت داری میری بعد خورد زمین به فنا رفت. No, God! بعد یه دونه دومات باید باش بشه. اون همه نفر اونجا چی میگن نمیدونم، مثلا شاید هم یه مراسمیه تو اونجا، سالا ما خبر نداریم. خب بریم ویدیو بعدی. اون اولیه که آب ریخت روش اینا،
دومیه صندلی خورد شد اومد پایین. چرا؟ پاره شد پاره شد پاش رفت توش. آی بابا نکنید. یکی دختره که سرش اونجوری خورد به میله، یکی این که با پای شکستش توپ زد حواسش نبود. فقط این مرغ و خروسان اینا رو کی مود کرده؟ هرچی ویدیو خنده داره درد داره اینا رو میزنه روش. اون مرده بود میگفتش اونم خیلی ویدیو میزنن. خب تو اندازه طرف بود. خب اون مرد دیگه مرد نمیشه. چی شد؟ افتاد زمین، توپم مستقیم خورد به آخ مردونگیش، خاله شد. آی مگه مریضی؟ واسه چی؟ باید دمبلو بندازی رو ساق پات. ساق پا خیلی درد میگیره بچه، داره اشکم در میاد. نکنید گوسفند دارید چیکار میکنید؟ توپو انداخت که دختره بگیره، دختره نگرفت. اله کلنگ این ور که خورد اون ور. یا علی. آی مگه مریضی پوفیوز؟ سنگو انداخت زیرش، یه دور افتاد رو سنگه دردش گرفت، یه دور رفت بالا میله افتاد روش. وای مگه مریضی؟ بس خود طرفم مریضه. با کی با اون میله سنگین میاد میپره رو ترامبولین؟ بابا سنگو چرا انداختی پوفیوز؟ آی اینا معلومه ساختگی نیستا. قیافه مردن دید اینجوری بود، خودش برگاش ریخته بود، ریده بود تو خودش، همون که سنگو انداخت. نکن مریض اومدیم بخندیم. این آیی که گفت حاجی، چه آیی گفت، دلم واسه شو. حاجی این پارکورا واقعا خیلی بده، یعنی بازی با جونته. چرا باید بکنی؟ جای ایمنش چرا؟ خب یه هنره باحاله اینا، آره دیگران میبینن که فهم. جایی که ایمن نیست نکنید بابا، به خدا میمیرید. نکنید، دلم واسه شما میسوزه. من نمیدونم تو کی، تو آمریکایی هستن، نمیدونم کجایی. خوبه حالا غیر اول دومیه خیلی بقیهش دردناک نبود، باحال بود. خب بریم بعدی. او چیزایی که خیلی چیزایی واسه اینا سرسره پله رو رفتی بالا. سرسره اینجوریه. چه سرسره این؟ خب چیزایی که مثلا یه جوریه. خب ببین بعدی چیه؟ شیر اینجاست اون اونجاست. اوه اینا چجوریه؟ اینا ادیته یا واقعا همینجوری ساخته شده؟ دستمال دوباره تو این کموده، بدبخت باید چیکار کنه؟ پاش اینو برداره دوباره بشینه. او اینو در رو که وا میکنی انگار صورت اینو وا میکنی. اینجوری باله. این چیزایی که مثلا اینجوری رو در میسازن اینا خیلی باله. صندلی رو به اون وره.
طرف میشینه این واسه خوابیدن خوبه، روش دراز بکشی اون وقت هم دیگه سنگ نمیافتی، حتی خب حالا خیلی قرد نمیزنه و اینجوری خیلی خوبه دیگه. و کسی که نمیره همچین صندلی بشینه و اینا واسه خوابیدن خیلی خوبه. خب یا علی آب داره میره توی چیز برق، چی میشه این چی میشه الان اونجا میتر که چی میشه؟ جوریه توالته. حالا باز یکم اوکی، سرسره قبلی هم حالا یکم اوکی بود، درسته یکم اینجوری میشه اما اوکی. خب درخته رو با چسبوندی، بذار بره دیگه، درخته دیگه نمیتونه، بذار بره. 1,000,000 چسب زده به درخت. اوه این چرا اون زیره، فقط کافیه طرف یه لحظه سرشو بیاره بالا، بعد داری با اون میچرخی بخوره تو کلت. اوه ای گلش دشویی، اونا هم که انگار دارن نگات میکنن. خوبه عالیه. خب خیلی ویدیوش باحال و دردناک شد، یعنی واقعا اوناش که خنده‌دار بود خنده‌دار بود، اما اوناش هم که دردناک بود واقعا دردناک بود. خب مثل اون مردی که پرید از پارکور کار بود گفت آی، اون آیی که گفت حاجی معلوم بود چقدر دردش گره و صداش معلوم بود. Ranking funny pole vault fails. خب این خیلی کارش نشد، این هم کارش نشد. هرچی قبلی خورد تو تخمشون سگ اینم نیست، میدونی اون چقدر درد داره. آی دردم گرفت داداش، بازی با زندگیت رفت اون دنیا. قیافه تماشاچی ها رو نگاه، همشون دهناشون اینجوریه، نگاه حاجی برگام. اینم مثل اون ویدیو اولیه بود، سرش خورد تو این آهنه. اون حالا توی این چیز داشت یکی چوب شکست. چرا شکست؟ حالا بقیهشون خیلی کارشون نشد، اما اون اولی اونی که رفت حاجی قسمت درد گرفتهشون در نظر نگیریم بگیم اینا همش ساختگی کارشون نمیشه، خیلی ویدیوهای خنده داریه. وای خب بچه ها امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید دیگه، خیلی خنده‌دار بود و دردناک، همه جام درد گرفته، اسم میکنم اینا قشنگ تو من رفته. بچه ها امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید، تا یه ویدیو دیگه